به پیشنهاد شما این تصنیف رو انتخاب کردم. میخوام سعی کنم به ساده ترین روش ممکن یه جوری بهت بگم که با ساز خودت راحت بتونی بزنیش و بخونیش. برو بریم. درود، من رضام، خواننده، آهنگساز و در ستار ستار. اینجا کانال یوتیوب منه. خوشحال میشم کانال رو سابسکرایب بکنی. این تصنیف هم از اونجایی که خودت پیشنهادش رو دادی میدونم که لایکش میکنی این ویدیو رو. تصنیف بعدی که دوست داری بهت آموزش بدم و زیر همین پست میتونی کامنت کنی. فقط بریم بهت بگم که به ساده ترین روش ممکن چطور میتونی این تصنیف رو بزنی و بخونی. سازتو دو سول ره کوک کن. اگرم ستاری بازم میتونی با من کوک بکنی سازتو. دو سول. هیچ نکته خاصی در رابطه با ستار وجود نداره، اگر داشت میگم حتما بهت. این تصنیف توی تونالیته بیات راجع یکی از گوشه‌های خیلی جذاب و پرکاربرد آواز بیات اصفهانه. محدوده صوتی که داره کلا 5-6 تا نوته، از سول، لا بکار، سی بمول، دو، ره و گاهی هم می کرون، گاهی سی کرون یعنی سی متغیره، گاهی از سی بمول و گاهی از سی کرون میخوایم استفاده بکنیم. تونالیتش رو یه جوری براتون انتخاب کردم که یعنی اصفهان سول هم بتونیم توی این منطقه از سازمون اجرا بکنیم، هم توی منطقه بالا دسته، همین که وقتی که بخوایم بخونیمش چه آقا باشیم چه خانوم بتونیم به راحتی اجراش بکنیم و جای عجیب غریبی تو صدامون در نیاد، بتونیم به راحتی باش این تصنیف رو بخونیم. این تصنیف رو هم مرتضی احمدی اجرا کرده، هم الهه، هم کوروش سرهنگ زاده، هم فکر کنم خانم هایده اجرا کرده. من ورژن خانم الهه رو میخوام باتون کار بکنم توی این ویدیو، اما بهت پیشنهاد میکنم که ورژن مرتضی احمدیش رو حتما گوش کنی. یه شعر روحوزی مانند خیلی جذابی داره، مطمئنم که خوشت میاد. اوورتور شروعش یه چیز خیلی ساده است که از نوت لا شروع میشه. انگشت اول تو روی نوت لا بگیر، بزن لا لا دو سی سول سول سی لا. بعد از من میخوام تکرار کنی. اوکی؟ همینه، یه کوچولو داره بست و گسترشش میده. لا لا دو سی لا دو سی لا دو سی. بزنش. همینو یه پوزیشن میره عقب‌تر. سول سول سی لا سول سی لا سول سی لا. دوباره اون قبلیه تکرار میشه. لا لا دو سی سول سول سی لا. همین، به همین سادگی او کل اوورتور اولش قبل از شعر این شکلیه. حالا از همین نوت لا شروع میکنه، میگه که نامهربونی، تو همین پوزیشن یعنی لا 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 سی دو. نمیخواهی بدونی ره دو سی سی لا سی. دو دو سی لا لا سول لا. از این ساده تر نمیشه واقعا. گذشته بر نگشته. عین همین ملودی رو حالا تکرار میکنه، میگه که رسوای شهرم. ره دو سی سی لا سی. نمیخواهی بدونی دو دو سی لا لا سول لا. که آب از سر گذشته. عین همون ملودی قبلی، فقط شعرش عوض شد. اینجا
یه جواب کوتاه بهش میده که یه خورده شبیه به همون اوورتور اوله ولی یه فرق جزئی داره. یادت تو اوورتور اول گفت لا لا دو سی سول سول سی لا، یه فرق جزئی داره با این، میگه لا لا ره دو لا لا دو سی سول سول سی لا. همین به عنوان جواب برای اون بیت اولی که خوند اینو میگه لا لا ره دو لا لا دو سی سول سول سی لا. اینو یه لحظه بزن. حالا میرسیم به اون قسمت که سی البته گفتم متغیره، از بمول به کرون گاهی تغییر میکنه و دوباره برمیگرده به حالت بمول. حالا اینجا اونجایی که کرون میشه یه لحظه با انگشت اول اون پس سی کرون رو میگیریم، میگیم که سی دو ره دو دو. در واقع چون بعد از دو یه اشاره کوچولو به سی کرون دوباره میکنیم. خب سی دو ره دوس. دو بار اینو بزن. عشقم نمیمیره سامون نمیگیره. آسونه نه؟ وقتی که اینو زدی دوباره انگشت اولت میاد روی نوت لا و دوباره اینجا سی قراره برگرده به حالت قبلی خودش بمول بشه. لا 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 سی دو رسوای شهرم ره دو سی سی لا سی. تکراریه. نمیخواهی بدونی دو دو سی لا لا سول لا که آب از سر گذشته. اینجا میگه سی لا سی دو، میخواد وصلش بکنه به بیت بعدی. سی لا سی دو یه تحریره. پس که آب از سر گذشته دو دو سی لا لا سول لا سی لا سی دو. نامهربونی نمیخواهی بدونی گذشته برنگشته. حالا هم قسمت بعدی رو کار بکنیم. اینجا رو پیشنهاد میکنم بریم تو قسمت بالا دسته. سی یه لحظه اینجا کرون میشه. با انگشت دوم سی رو میگیریم. سی دو ره دو. دو رو مضراب نزنیم، بذاریم بعد از که ره کارش تمام شد انگشتمون یه لحظه برداریم که یه کوچولو و خفیف صدای دو با برداشتن انگشتمون شنیده شه فقط. خب سی دو ره رد سی دو ره ره. میخوایم بگیم امشب دل من از غم گرفته لبریز درد ماتم گرفته. یه ملودی که دو بار شعرش عوض میشه. امشب دل من از غم گرفته لبریز درد ماتم گرفته. حالا اینجا یه لحظه می کرون هم میبینیم. دوره میره می میر دو سی می میر دو سی، یعنی می به ره یه لحظه اشاره فقط میکنم، اضراب نمیزنه. میبینیم؟ اینجا رو پیشنهاد میکنم کلا یه ذره با شیطنت بزنی، یعنی اون حالت کلاسیک تور نزنی. ببین بزن اون حالت روحوزی بودنش یه ذره در بیاد. اوکی؟ حتی میتونی یه زینت‌های این شکلی، یه تکنیک‌های اینجوری هم بهش بدی. مثلا رو میکسی دستتو یهو بکشی پایین. از این کارهایی که تو سبک روحوزی مانند انجام میشه یکی از تکنیکاش اینه. بعضی نوتا رو یهو میکشن جلو، حالت گلیساندو و سریع و ناگهانی. البته
که اینجا یه بار دیگه مرور میکنیم. دو ره می ره می میر دو سی، عشق منو رد میکنی، با من چرا بد میکنی. دیدی سی بمول شد، اولش کرونه، سی دو ره ره سی بمول لا، با من چرا بد میکنی. دوباره بمول شد. خب عشق منو رد میکنی، با من چرا بد میکنی، من با تو بهرم لا 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 سی دو. همون ملودی که برای شروعش داشتیم خوبه. حالا یه بار تو بالا دستم میزنیمش، یه بار اینجاشو که زدیم بیا تو بالا دستم بزنیم با هم دیگه. لا 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 سی دو. یه دست باز میتونی بزنی یا میتونی از سیم زردت این دو و ره رو بگیری. ره دو سی سی لا سی. خودت هم اذیت نکن توی این پوزیشن سی بمول دو ره، پوزیشن بزرگیه. از انگشت چهارت میتونی کمک بگیری. اگه نمیخوای از انگشت چهارت کمک بگیری بلند کن انگشت یک تو، مهم نیست. ره دو سی سی لا سی، دو سی لا لا سول لا سی لا سی دو، لا 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 سی دو، ره دو سی سی لا سی، دو دو سی لا لا سول لا. شعرش هم که تکراریه دیگه، فقط اولش یه بار میگه من با تو قهرم، دوباره میگه بیا رسوای شهرم که آب از سر گذشته، نامهربونی نمیخواهی بدونی، گذشته بر نگشته نمیخواهی بدونی، گذشته بر نگشته. همین و روی نوت لا تمام میکنه تصنیف. خب این ورژنی که کار کردیم ورژن خانم الهه بود. ورژن مرتضی احمدش هم گفتم که حتما گوش بکنی. لینک اجرای خودم هم برات پایین میذارم، اگه دوست داشتی اونم ببینش. مراقب خودت باش. فعلا خدا نگهدار.